در شهر دوشنبه آثارخانه حبیب الله عبدالرزاقوف هنرپیشه خلقه تاجیکستان و کارگردان شناخته تاجیک افتتاح شد. از صبح این جانب چهره‌های شناخته علم و ادب و فرهنگ و دیگر هواداران هنرپیشه از آثارخانه بازدید می‌کردند. آثارخانه حبیب الله عبدالرزاقوف در کنار آثارخانه صدرالدین عینی در کوچه حمزه حکیمزاده باز شد و آن را اهل فرهنگ رمزی هم می‌دانند. محض انا همه خیلی آثارخانه ها، محض یادی همه شخصیت های بزرگ میتواند این ملت را از دهشت، از بی‌فرهنگی دور کند. هر یک این چیزی که اینجا ایستاده است این تاریخ 100 ساله های ملت است که در موزه شما حالا این را نمیابید. برای این را کفتن یافتن جان فدا بودن در کار. در آسیای مرکزی که خیلی در جهان هم گشتن، در آسیای مرکزی انیق گفتن میتوانم که یگان نفر از حساب دولت نه، از حساب فرزندا همین گونه یک آثارخانه که دل و روحی ملت زنده میکنند. حبیب الله عبدالرزاق دلشون دائم همین خواطر همین چیزی وای ملت بود. چی گپی میزدم ای آینده چی میشده باشه. میخواستم که ملت ما البته که در بین ملت‌های دیگه جودار باشه و با احترام باشه و عموما فکری نسل آینده را میکرد. همین خیلی آثارخانه‌های بزرگانی همین ملت مثال همزمانای ما یا گذشتگی ها همین خیلی باشن، زیاد باشن. این مردم را جلب میکنه به فرهنگ. آثارخانه عبدالرزاقوف از 2 تالار بزرگ، خانه‌های درونی، وکت چای‌نوشی و جای استراحت عبارت است. اینجا کتاب‌ها، لباس‌ها، عکس‌ها، کلکسی‌های جمع آورده و دیگر یادگاری‌ها از شادروان گرد آورده شده اند و این هم گفته می‌شود تنها از 3/1 حصه یادگاری‌های هنرمند است. ما این همه جمع کردیم که دوست و یار و مهمانای جمهوری و دوستدارای فرهنگ و اون آشناها و همکارس‌های پدرم که هستن بیان همینجا. من که با بابام بزرگ شدم و از کودکی هم در دستان بابام کلان شدم که از همه نبیره نقص‌ترین بابام بودم و هیچ وقت بابام جنگ نمیکردم. بعدی در گذشتهشون خانه خیلی خالی شد. آثارخانه مذکور با تشبث فرزندان هنرمند در خانه نو و با طرح معاصر تهیه شده است و زیرتابع یگان نهاد دولتی نیست. پیوندان حبیب الله عبدالرزاقوف میگویند آثارخانه خصوصی یا خود جمعیتی باقی میماند، ولی پیشنهادی هم هست که آن به تابعیت اکادمی ملی علم‌ها و یا وزارت فرهنگ داخل کرده شود. من فکر میکنم که اگر همین خانه موزه ها همش با زیرتابع اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان گردد با خوبتر میشد که چون که در اینجا ما از روی اثرهایی که در فیلم ها اجرا کرده است و دیگر کارهایی که نسبت فرهنگ و ملت اجرا شده است از طرف خود این بزرگ، ما میتوانیم در اطراف این کارهای علمی دیگر انجام دهیم. به قول پیوندان عبدالرزاقوف در آثارخانه دائما برای مهمانان و هواداران سینما و تئاتر باز است و هر وقت میتوانند از آن بازدید کنند. حبیب الله عبدالرزاقوف 7 نوامبر سال 1937 در کولا به دنیا آمده. 19 ژانویه سال 2021 در سن 83 سالگی در دوشنبه از عالم درگذشت. مرحوم بیش از 50 سال در تئاتر و سینمای تاجیک خدمت نموده و نامش را در صحیفه‌های صنعت و فرهنگ حکاکی کرد.